آوردنش در مزار روسو گوش کردن اگه بسوی با تسرش کریس موندیان روز 18 گوش کردن یعنی که دستاورد اینفورماسیون خب من در اینترنت پارتومش جوابگارش ما بگردن میگیریم من ایسا بولم پروسیدر کنم ما میخوام که همین بچه یاش بوده از اون یک خونگیش ما بیوه تمام شهر Курский область, город Железногорск. Курский область, город Железногорск. من شما را ضبط کرده شدم که جون امکانه همون پورچرم پارتم در اینترنتی سواله فقط نباشه نمیپارتم او با اجازه شما که جون الو خیرتون یکی درباری مرا گوش کن الو خیرتون درباری شهربچه‌های تاجیک درباری مردم مسلمان است برکات دیو یک شاید ممکن خانواده اول شاید خبر ندارن که خب برای که این نیده اونایی پرشیده با یک گفته که میگن در حسنوفکا مرده شیفته اونجا مرده خاکی شدیگه ما پیچ توب نمیکنیم شب السلام علیکم دوستان عزیز اینا لله و اینا الیه راجعون خواهش میکنم همین صورت همین نام و فامیلیا همین نازم جان دودرجان که در کورسکی اوبلاست گورو ژلزنگورسک که همینجا از دنیا گذشته بوده طول 18 یا 20 روز در درون قبرستانی رسوا گورش کردن شهربچه‌های تاجیک برمدن خواهش کردن مورم ان شاء الله با خاطر مسلمان بودن تاجیک بودن صورتش میمونیم التماس در تمام گروه ها در تمام جا همین نوارا پنگ کنید تا صاحبش پیدا شوند یعنی گفتن صاحبش بیای البته بعد مثلا مردار میتین بچهای تاجیک ایسر قبرش مثلا کریس موندگی بدین خیلی گرفتیانش اما در قبر درنی هم قبر است بعد صاحبش پیدا شوند با این بچه‌ها گپ زنن برون ایدرن قبر ارسو بگیرنش تاجیکستان شوی کنن و هم خاطر التماس نوارا پنگ کنید و اهل بیت صبر جمیل و خواهش میکنم برادرها دستگیر کنید نوارا کی و هم آدمای اساسی یعنی به صاحبش برسکی شاید فرزندشون کفر سودیان به خبر هستن به یک قول در قدم اصلا پیک گذشته شده و قول خک خلاصه کی بعد میبینن اونجا میسن الله نگهبان السلام علیکم و رحمت الله